فرض کنید ما این ماهیه هستیم و این زندگی. توی این زندگی خیلی مشکلات برامون پیش میاد. آدمای سمی، حرفای منفیشون، استرس ها و همه اینا این آب رو آلوده میکنه و این ماهی که تو این آب زندگی میکنه حتما یه روزی مریض میشه. حالا اگه من این ماهی رو بیارمش بیرون و بندازمش تو آب تمیز، یکم که بگذره حالش خیلی بهتر میشه. مثل وقتایی که واسه 1-2 هفته میریم سفر، از خونه و کار دور میشیم، با آدمایی که دوستشون داریم وقت میگذرونیم، چقدر حالمون خوبه. مهم نیست توی اون تعطیلات چقدر به ما خوش گذشته. وقتی دوباره برمیگردیم تو همون محیط سمی قبلی، اون احساسای خوبمون خیلی محو میشن. برای اینکه توی بلند مدت حال دلمون خوب باشه، لازمه که همین محیطی که توش هستیم رو پاکسازی کنیم، نه اینکه فرار کنیم بریم توی محیط‌های دیگه. قبول دارم خیلی سخته، ولی خب همیشه یه راهی هست. حالا چطوری این محیط سمی رو پاکش کنیم؟ اول از همه باید محرک رو پیدا کنیم. چی حال تو رو خراب کرده؟ چی این آب و آلوده کرده؟ با آدمی زندگی میکنی که مدام تحقیرت میکنه، سرزنش میکنه، انتقاد میکنه، حتی شوخی. کسایی که مدام کنترلت میکنن، حتی اگه 30-40 سالته. توی گروهی هستی که مدام غر میزنن و انرژی منفیشون خیلی زیاده و هر چیزی که باعث بشه احساس بدی به خودت داشته باشی. حالا وقتی محرک رو پیدا کردیم، وقتشه که مرز بذاریم. هر مرزی که میذاری یه فیلتره برای پاک کردن این محیط، نه جنگیدن با ماهیای دیگه. یه راه ساده برای مرز گذاشتن. یه سری جملات ساده و کوتاه رو از قبل توی ذهنتون آماده کنید که توی اون موقعیت‌ها به جای سکوت کردن یا پرخاش کردن از اونا استفاده کنید. مثلا الان نمیخوام در موردش حرف بزنم. الان نمیتونم. شما هم درست میگید، ولی خب من قبولش ندارم. و خروج از اون موقعیت به جای بحث کردن. سوم، سریع واکنش نده. همیشه قبلش، حتی اگه خیلی عصبانی هستی، 3 ثانیه صبر کن. معجزه میکنه. همیشه لازم نیست بریم جوابشون رو بدیم. همیشه لازم نیست از خودمون دفاع کنیم یا توضیح بدیم. همیشه این ماهی نباید بره به جنگه. بعضی موقع واقعا لازمه که به سمت اون لجنا شنا نکنی. همین. مورد 4، محیط جایگزینه. این خیلی مهمه. شما وقتی از آدم‌های سمی فاصله میگیرید، حتما باید جای اونا رو با آدم‌ها یا فعالیت‌های سالم پر کنید. مثلا دوستای جدید پیدا کنید. قدم بزن، بازارگردی کن. لازم نیست همیشه یه چیزی بخریم. همین که تو اون محیط قرار بگیری خیلی حالت خوب میکنه. ایونت های هنری و ورزشی یه روزه رو شرکت کن. سبک موسیقی که خیلی دوست داری و بیشتر گوش بده. مغز ما این توانایی رو داره که توی محیط‌های سالم نورون‌های سالم بسازه و این خیلی جالبه. برای همینه که وقتی سفر میریم، یه محیط جدید و جالب میریم، حالتون خوبه، احساس خوبی دارید. وقتی هم که ناچاری اون آدم‌ها رو ببینی و تحمل کنی، باید حتما بعدش اون حال بد رو بریزی بیرون، نباید بمونه. مثلا بعدش خودت رو به یه کافه دعوت کن، یه چیزی بخور، برو یه سری دوستایی که دوستشون داری و ببین، برو یه دوش بگیر یا چند تا نفس عمیق شکمی بکش، یا در نهایت فکر و حسایی که اون لحظه اذیتت میکنه رو بنویس و آتیش بزن. میشوره میبره. یه وقتایی هم هر کاری کنی این محیط پاک نمیشه و تنها راهش ترک این محیطه و شاید این برای تو بهترین تصمیم باشه. بعد از اینکه حسابی تمرین کردی چطور این محیط رو پاک و مدیریت کنی، وقتشه که بدونی نشانه‌های مخفی افسردگی چیه و در موردشون اطلاعاتتو بیشتر کنی. توی ویدیوی بعدی میخوام در مورد 5 تا از مهمترین نشانه‌های پنهان افسردگی براتون بگم. پس حتما سابسکرایب کنید تا بتونید به موقع ببینید.